پس از آن دریای لختی‌های نافرجام تصمیم گرفتیم یه لاکچری تایم رو شبیه سازی کنیم. بنابراین راه افتادیم در پاساژها، ستار بوکس رو دیدیم. جدی ستار بوکس دیگه، یعنی ضرورت بر عربی نوشتن شما متوجه نشد. بعدش رفتیم سفورا، گرون بود اومدیم بیرون. بعدش رفتیم زارا هوم، گرون بود اومدیم بیرون دیگه، همین بیرون میچرخیدیم. یه دونه فراری که پارک کرده رفته پاساژ دیگه. ولی خدایی اینو ببین. بعدش دیگه دلو به دریا زدیم. نوید تصمیم گرفت یه دونه کفش بخره بالاخره. هیچی نیست داره امتحان میکنه. آبرو موند برامون. خیر، من اینو انتخاب کرده بودم براش. چه قشنگه. آخه یعنی چی؟ نوکش چرا تیزه؟ نه جدی یه سری دریوری خریدم. اینم چه خوشگله. اینجا خریدم. خیر، 7 حوض. عینک آفتابی بر ما حرام است. همونطوری که میبینید بینی اجازه نمیده. لاکچری تایم چطوره؟ همینطوری که داشتم این بیغم ها رو نگاه میکردم گشنم شد. گشنم. تو وقتی غذا رو بیاره به اقتصاد خانواده رسیدگی کردم. سعی میکردم این چسخرا رو حساب کتاب کنم. متاسفانه در توانم نبود جمعش کردم. ما بهش گفتیم سیب زمینی اسپایسی. به خدا اینا سیرداغ پیازداغ، یعنی درش وا کردم بو آش رشته زد تو صورتم. اسپایسی مگه فلفل نیست؟ بیا آقا جا میمونه. بیا فسه یا در مغازه باید جمعش کنم. رو ماشین خوبا هم برچسب میزنن. تیکر داشتی که